همون شب و روز ما 11 نفر صغیر مانده به پدر و استاد میرزای قشقری میرزایویچ منو به کار گرفتن. من هم دانشجویی میکردم هم کار میکردم و بسیار خوشبخت هستم که قیام‌الدین جان از 16 سالگی من نصیحت کرده در راه راست روان کردن، همراهی عبیدالله رجب و این زنهای زیبا که اینجا هستند، همه در ایام جوانی در تقدیر من یک نقش ناگفتنی بازیدن و من تا وقتی که زنده هستم هیچ وقت نقش بازده اینا در حیات خودم که صمیمی بود که فراموشکاری من قیام‌الدین جان امروز جشنواره دارم و من حتما اونجا میروم. اینجا آمدم. قیام‌الدین جان شاید همین مصرع‌ها را در وصف شما گفتن مردهای تاجیک که ناقابلانی در و مقصد نمیرسند، دنیا همیشه در طلب مرد قابل است. من باشم همچون شاعره خودم گفتم که از مهر و محبت زمین میره اون زنی باشیم که مرتبه مرد تاجیک اینقدر بلند برداشتگی هستم. این بعد در کتاب‌های من میخوانید. من میخوام که تمام مردای دنیا، زنهای دنیا با مردهای تاجیک حسد برند، بوسه آنها را، آغوش آنها را جستجو نمایند و بگویند که مردهای تاجیک چه طریقه آغوش دارند، چه طریقه بوسه دارند که گل زر نیمی دنیا را برای یک بوسه مرد تاجیک بخشیده است. از مهر و محبت زمین میلرزه، یک بوسه تو به ملک چین میارزد. تو سنگ زبرجدی و ما خاک سیاه، عشق تو به کشمیر و به هند میارزد.